لعنت به انسان نمیشه که ما لعنت. چی بگم، از کجا شروع کنم؟ انقدر دلم پره که اصلا نمیفهم از کجا بگم. زنجیر سگ به دیوار سوراخ کرده بود، از اون طرف با میخ طویله زده بود، با قلف به گردن بسته کرد. یک سری گفت زود بیا آب گرم بهم بده. ما یک کم دیرتر آمدم، آب جوش بود، من انداخت آب جوش. سیلی زد. 3-4 تا سیلی زد. نه دفعه دیگه با سیل زد. اینقدر رنج بردم تا این 4 تا بچه بزرگ شد. قطع بردم. از روی که سرم فشار بود خود از بام انداختم. خدا هرچی رو گیه نکشته نمیبوزنجی بود. خدا هرچی بود. الان باور میکنید من شما رو دیدم اصلا یک جوری شدم. گفتم بعد از این 17 سال من تو افغانستان، یعنی هیچ کس به درم نخورده، یک خانم ایرانی باشه، یک کس باشه که بشم تو دستماش در نظر کنم. سختی خیلی کشیدیم تو افغانستان، رنج خیلی دیدیم.